زیتون پرخاصیته ولی اگه دقت نکنیم میتونه به همین میزان برای ما خطرناک باشه. طبق جدیدترین تحقیقات اشتیفتون واگنتست که مهمترین مرجع کنترل کیفیت کشور آلمان هست، زیتون‌های بدون هسته به مراتب بیشتر میکروب و قارچ داشتن، همچنین توی محلولشون مواد شیمیایی چندین برابر پیدا شده در مقایسه با زیتون‌های معمولی با هسته. دلیل اصلیش هم ماشینالاتی بودن که هسته رو از این زیتونا خارج کردن. این ماشینالات آلوده بودن، درست ضد عفونی نشده بودن، به همین دلیل هم خیلی از شرکت ها اومدن به مراتب بیشتر مواد شیمیایی برای ضد عفونی کردن این محصول استفاده کردن. ما فکر میکنیم که این نوع آلودگی ها در کشور خودمون به مراتب بالاتر باشه. از این رو بهتون توصیه میکنیم اگر میخواین سالم بمونین از زیتون کامل استفاده کنین، نه زیتونای بدون هسته.